به نام خدا. سلام بچه‌ها. تو این ویدیو میخوام در مورد مثال‌های فصل اول، فصل حرکت بر خط راست صحبت کنم. مربوط میشه به فیزیک 12. بچه‌ها مثال‌ها به اندازه تمرینات، پرسش‌ها و مسئله‌ها مهمن بچه‌ها. درست پاسخ داره. ولی با هم میخوایم مرورشون کنیم. خیلی مهمن بچه‌ها. طرح‌های سوال، مثلا تو امتحانات نهایی خیلی از این مطالب استفاده میکنم واسه طرح پرسششون. مثال 1 تندی متوسط و سرعت متوسط دانش آموز فعالیت 1 را پیدا کنید بچه‌ها. خب فعالیت 1 چی بود؟ این پایین آوردم نقشه‌شو. میگه همانند شکل روبرو و به کمک یک نرم افزار نقشه یاب مکان خانه و مدرسه تان را مشخص کنید. سپس مسافت و اندازه بردار جابجایی خانه تا مدرسه رو تعیین کنید بچه‌ها. از خانه تا مدرسه. بله زمانم به ما داده. پاسخش رو ببینیم بچه‌ها. با توجه به داده‌های روی نقشه اگه دانش آموز در مدت زمان 7 دقیقه تبدیل به ثانیه کرده. 7 مین دقیقه، هر یک مین 1 دقیقه 60 ثانیه است، 420 ثانیه. مسافت 550 متر را از خانه تا مدرسه پیموده باشد. با توجه به رابطه 1 تندی متوسط برابر این مقدار میشه. تندی متوسط میشه مسافت بر روی دلتا تی. مسافت رو از روی نقشه نگاه کنیم بچه‌ها. داده 550 متر تقسیم بر 420 ثانیه میشه 1.31 متر بر ثانیه. مفهوم فیزیکی آن این است که دانش آموز به طور متوسط در هر ثانیه 1.31 متر از طول مسیر را پیموده است بچه‌ها. این مفهوم خیلی مهمه بچه‌ها. همچنین با توجه به نقشه اندازه بردار جابجایی دانش آموز 325 متر و جهت آن به طرف جنوب غربی است. در نتیجه با توجه به رابطه 2 اندازه سرعت متوسط همچین مقداری میشه و جهت آن به طرف جنوب غربی بچه‌ها. بردار جابجایی چه برداری بود؟ برداری که مکان ابتدایی رو وصل می‌کرد به مکان انتهایی. خب و سرعت متوسط میشد چی بچه‌ها؟ بردار جابجایی، کمیت برداری بود بر روی دلتا تی که بردار جابجایی اینجا مقدارش 325 متر بود تقسیم بر 420 ثانیه که به دست اومد 774 هزارم متر بر ثانیه بچه‌ها. مثال 2 کفش‌دوزکی که در جهت محور x در حرکت است در لحظه‌های t1 مساوی 0 ثانیه و t2 مساوی 74 ثانیه به ترتیب از مکان‌های x1 مساوی -28 سانتیمتر و x2 مساوی 54 سانتیمتر می‌گذرد بچه‌ها. بردارهای مکان در لحظه‌های t1 و t2 و بردار جابجایی کفش‌دوزک‌ها در این بازه زمانی را رسم کنید بچه‌ها. این سوال مهمه بچه‌ها. بردار مکان چه برداریه بچه‌ها؟ برداری که مبدأ محور مختصات x مساوی 0 رو به مکان جسم وصل میکنه. میگه بردار مکان رو در لحظه های t1 در لحظه t1 بردار مکانش چی میشه؟ از اینجا این آبی رو وصل کرده تا این مکان. خب تو لحظه t2 میشه اینجا این قرمزه میشه از x مساوی 0 وصل میکنیم به x2 بچه‌ها. جابجای کفش‌دوزک را در این بازه زمانی در کدوم بازه زمانی؟ از t1 تا t2 از اینجا وصل میکنیم تا اینجا. این میشه بردار جابجایی بچه‌ها. سرعت متوسط کفش‌دوزک را در این بازه زمانی پیدا کنید. سرعت متوسط چی میشه بچه‌ها؟ v average مساوی دلتا x بر روی دلتا t. دلتا x رو میتونیم بنویسیم x2 منهای x1 دلتا t رو میتونیم بنویسیم t2 منهای t1.
توی x2 تو مکان 54 سانتی متره، توی x1 هم تو مکان منفی 28 سانتی متره. 74 منهای 0 به دست میاد همچین مقداری. بچه ها نگاه کنید، سرعت متوسط رو به دست آوردیم 1.1 سانتی متر بر ثانیه. خب متر بر ثانیه به دست نیاوردیم چون واحد x چی بود بچه ها؟ سانتی متر بود. خب به واحد ها خیلی دقت کنید بچه ها. اگه تبدیل واحد نکردیم همینجا بنویسیم سانتی متر بر ثانیه، ننویسیم متر بر ثانیه. این خیلی مهمه. مثال 3.1 شکل روبرو نمودار مکان زمان مورچه‌ای را نشان می‌دهد که در راستای محور x در حرکت است. در کدام بازه زمانی مورچه در جهت محور x حرکت می‌کند بچه‌ها؟ در بازه زمانی t0 تا t8. چرا بچه‌ها؟ چون x در حال افزایش. بچه‌ها نگاه کنید، مورچه ما در جهت محور x داره حرکت میکنه. قسمت ب سوال در کدام بازه زمانی مورچه در خلاف جهت محور x بچه‌ها؟ خب مشخصه بچه‌ها رو نمودار از t مساوی 12 تا t مساوی 14، زیرا در این بازه x در حال کاهش بچه‌ها. پ در کدام بازه زمانی مورچه ایستاده است بچه‌ها؟ بله، در بازه زمانی 8 تا 12 ثانیه. 14 تا 18 ثانیه مورچه ایستاده بچه‌ها. قسمت ت سوال در کدام لحظه هایی فاصله مورچه از مبدأ 30 سانتی متر است بچه‌ها؟ خب 30 سانتی متر اینجاه، در این ناحیه و اینجا، یعنی در لحظه 6 و در لحظه 13 بچه‌ها. این همینطور نقطه چین بیایم پایین، راست بیایم پایین، اینجا میشه 13 ثانیه. قسمت 3 سوالم مهمه. در کدام بازه زمانی فاصله مورچه از مبدأ محور بیشتر مقداره؟ تو بازه زمانی 8 تا 12. قسمت ج سوال جابجایی و سرعت متوسط مورچه را در بازه زمانی 4 تا 8 ثانیه پیدا کنید بچه‌ها. جابجایی و سرعت متوسط. جابجایی چی میشه بچه‌ها؟ دلتا x مساوی x2 منهای x1. خب جابجایی تو کدوم بازه زمانی؟ 4 تا 8. توی 8 توی 40، توی 4 توی 20. بچه‌ها به واحدها خیلی دقت کنید. نگاه کنید x اینجا بحث سانتی متره، به خاطر همین اینجا ما سانتی متر گذاشتیم. و سرعت متوسط هم میخواد. سرعت متوسط میشه دلتا x بر روی دلتا t. تو کدوم بازه زمانی؟ بازه زمانی 4 تا 8 ثانیه. دلتا x که به دست آوردیم 20 سانتی متر، 8 منهای 4 میکنیم به دست میاد 5 سانتی متر بر ثانیه. علامت مثبت نشان میدهد مورچه در جهت مثبت محور x جابجا شده بچه‌ها. تو این بازه زمانی از 4 تا 8 ثانیه در جهت مثبت محور x جابجا شده، چون تندی متوسط مقدار مثبتی شده بچه‌ها. اینم نتیجه گیری مهمیه بچه‌ها. مثال 4.1 با توجه به نمودار مکان زمان شکل 4.1 سرعت متوسط ذره در بازه زمانی t مساوی 2 ثانیه تا t مساوی 3 ثانیه به دست بیارید بچه‌ها. از رابطه 4.1 استفاده میکنیم. v average میشه دلتا x بر روی دلتا t. دلتا t رو چی قرار میدیم؟ 3 منهای 2 تو 3 ثانیه تو مکان 2 متر قرار داره، توی 2 ثانیه در مکان 4 متر قرار داره که v average رو به دست میاریم منفی 2 متر بر ثانیه. خب بچه اینجا منفی شد v average ما. خب علامت منفی v average نشان میدهد که شیب خط فاصل بین این دو نقطه از نمودار مکان زمان منفیه بچه‌ها. شیب منفیه. توجه کنید که بدون محاسبه v average نیست. با توجه به فهم هندسی که از منفی بودن شیب خط فاصل دو نقطه نمودار داریم، می توانستیم به منفی بودن v average پی ببریم بچه‌ها. نگاه کنید نمودار مکان زمانه شیب خط منفی شده بچه‌ها. شیب خط چی میشه بچه‌ها؟ دلتا x بر روی دلتا t منفی شده. بنابراین دلتا x کوچکتر از 0 بوده که شیب خط منفی شده بچه‌ها. مثال 5.1 نمودار مکان زمان موتور سواری که بر خط راست حرکت می‌کند مطابق شکل روبروست. سرعت متوسط موتور سوار را در هر یک از بازه‌های زمانی 0 تا 1 ثانیه، 2 تا 4 ثانیه، 1 تا 5 ثانیه محاسبه کنید بچه‌ها. نتایج به دست اومده رو با هم
مقایسه و تفسیر کنید بچه‌ها. خب وی اوریج رو میخواد، سرعت متوسط رو میخواد تو چه بازه‌های زمانی؟ 0 تا 1 ثانیه، تو 1 ثانیه تو مکان 25 متره، تو 0 ثانیه تو مکان 0. بله مقدارش میشه 25 متر بر ثانیه. و تو بازه زمانی 2 تا 4 ثانیه، تو 4 ثانیه تو مکان 100 متره، تو 2 ثانیه تو مکان 50 متره، به دست میاد 25 متر بر ثانیه. تو بازه زمانی 1 تا 5 ثانیه به دست میاد 25 متر بر ثانیه. بچه‌ها تفسیرش چی میشه؟ اینجا این پایین تفسیرش هم خیلی خوبه بچه‌ها، جالبه. اگر در هر بازه زمانی دلخواه دیگر نیز سرعت متوسط موتور سوار را حساب کنید، خواهید دید که همین مقدار برای آن به دست می آید. از آنجا که شیب نمودار مکان زمان برای هر بازه زمانی دلخواه برابر سرعت متوسط متحرک است، با توجه به ثابت بودن شیب خط نمودار مکان زمان، موتور سوار در طول حرکت چنین انتظاری میرفت. بچه‌ها چی میگه بچه‌ها؟ میگه تو هر بازه زمانی دیگه ما اگه انتخاب میکردیم وی اوریج همین مقدار 25 متر بر ثانیه میشد بچه‌ها، چون شیب نمودار مکان زمان، نگاه کنیم نمودار مکان زمانه، ما میدونیم شیب نمودار مکان زمان به ما چی میده بچه‌ها؟ به ما سرعت رو میده. چون شیب نمودار مکان زمان در این شکل ما میبینیم مقدار ثابتیه، بنابراین توی هر لحظه دیگه‌ای بخوایم سرعت رو حساب کنیم برابر سرعت متوسط میشه. مثال 6.1 شکل روبرو نمودار مکان زمان خودرویی را نشان میدهد که روی خط راست حرکت میکنند. الف با استفاده داده‌های روی شیء سرعت متوسط خودرو را در هر یک از بازه‌های زمانی 0 تا 2 ثانیه، 0 تا 4 ثانیه، 2 تا 4 ثانیه، 2 تا 5 ثانیه و 4 تا 5 ثانیه حساب کنید بچه‌ها. بله نمودار مکان زمان داده. وی اوریج رو از ما میخواد بچه‌ها. وی اوریج میشه دلتا ایکس بر روی دلتا تی. 0 تا 2 ثانیه، تو 2 ثانیه تو 20 متره، تو 0 ثانیه تو 0. 0 تا 4 ثانیه در 4 ثانیه توی 0، توی 0 ثانیه تو 0، همچین مقداری میشه. وی اوریج توی 2 تا 4 ثانیه، تو 4 ثانیه توی 0، تو 2 ثانیه توی 20 به دست میاد منفی 10 متر بر ثانیه. و همینطور توی 2 تا 5 ثانیه، تو 5 ثانیه تو منفی 25 متر، تو 2 ثانیه تو 20 متر به همچین مقداری میرسیم. همچنین توی 4 تا 5 ثانیه، تو 5 ثانیه تو منفی 25 متر، تو 4 ثانیه تو 0 متر بچه‌ها همچین مقداری میرسیم. قسمت به سوال در کدام یک از بازه‌های زمانی سرعت متوسط در جهت محور x و در کدام یک در خلاف جهت محور x بچه‌ها؟ این قسمت مهمه. بچه‌ها در بازه‌های زمانی که سرعت متوسط خودرو مثبته، مثل بازه زمانی 0 تا 2 ثانیه، سرعت متوسط خودرو در جهت محور x و در بازه‌های زمانی که سرعت متوسط منفیه، یعنی 2 تا 4 ثانیه، 2 تا 5 ثانیه، 4 تا 5 ثانیه، سرعت متوسط خودرو در خلاف جهت محور x بچه‌ها. مثال 7 شکل روبرو نمودار مکان زمان متحرکی را نشان می‌دهد که در امتداد محور x در حرکت است. D1 و D2 خط‌های مماس بر منحنی را در دو لحظه متفاوت نشان می‌دهد. در کدام لحظه سرعت متحرک بیشتر است؟ بچه‌ها همونطور که میدونی شیب نمودار مکان زمان به ما چی میده بچه‌ها؟ سرعت رو میده. خب توی لحظه T1 و T2 ما شیب خط مماس رو رسم کردیم، خط D1 و D2. با توجه به اینکه شیب خط D2 بیشتر از D1 برابر سرعت متحرک در لحظه T2 بیشتر از سرعت آن در لحظه T1 بچه‌ها. توجه کنید که شیب هر دو خط مثبته، برابر سرعت نیز در هر دو لحظه مثبته، یعنی در جهت محور x بچه‌ها. این هم نتیجه گیری مهمیه بچه‌ها. مثال 8 خودروی از حالت سکون در امتداد محور x شروع به حرکت می‌کند. پس از 12 ثانیه سرعت خودرو به 24 متر بر ثانیه در جهت محور x میرسد.
شتاب متوسط خودرو در این بازه زمانی به دست بیارید بچه‌ها. چی میشه بچه‌ها؟ دلتا وی بر روی دلتا تی. دلتا تی یعنی 12 منهای صفر. توی 12 ثانیه سرعت خودرو 24 متر بر ثانیه، توی 0 ثانیه صفر بچه‌ها. شتاب متوسط به دست آوردیم 2 متر بر مرزور ثانیه بچه‌ها. بله این شتاب بود و بیان شده که اندازه شتاب متوسط خودرو 2 متر بر مرزور ثانیه است و شتاب در جهت محور x بچه‌ها. شتاب مثبته. مثال 9.1 نمودار سرعت زمان موتور سواری که در امتداد محور x حرکت می‌کند در بازه زمانی 0 تا 12 ثانیه مطابق شکل روبروست. شتاب متوسط موتور سوار و جهت آن را در هر یک از بازه‌های زمانی 0 تا 2 ثانیه، 4 تا 8 ثانیه، 10 تا 12 ثانیه بیابید بچه‌ها. خب شتاب متوسط رو میخواد. شتاب متوسط چی میشه بچه‌ها؟ دلتا وی بر روی دلتا تی. تو بازه زمانی 0 تا 2 ثانیه، تو 2 ثانیه توی 8 متر بر ثانیه است، تو 0 ثانیه تو 4 متر بر ثانیه است. شتاب متوسط رو به دست میاریم 2 متر بر مرزور ثانیه. توی 4 تا 8 ثانیه هم به دست میاریم. تو 8 ثانیه تو 20 متر بر ثانیه است، تو 4 ثانیه تو 12 متر بر ثانیه است بچه‌ها. هر تو بازه زمانی 10 تا 12 ثانیه بچه‌ها. تو 12 ثانیه تو 28 متر بر ثانیه است، تو 10 ثانیه تو 24 متر بر ثانیه است بچه‌ها. بعد نکته‌ای که وجود داره اینه بچه‌ها، با توجه به علامت مثبت شتاب متوسط در هر سه بازه زمانی شتاب متوسط در جهت مثبت محور x. اگر در هر بازه زمانی دلخواه دیگر نیز شتاب متوسط موتور سوار رو حساب کنیم، با توجه به ثابت بودن شیب نمودار سرعت زمان، اندازه و جهت یکسانی برای شتاب متوسط به دست میاد بچه‌ها. اینم نتیجه گیری مهمیه بچه‌ها. مثال 10.1 شکل روبرو بخشی از نمودار مکان زمان شخصی را نشان می‌دهد که با سرعت ثابت حرکت می‌کند. الف شخص در مبدأ زمان در چه مکانی قرار دارد؟ با توجه به نمودار مکان زمان در تی مساوی 0 ثانیه شخص در مکان منفی 40 متر قرار دارد. x 0. قسمت ب سوال میگه سرعت حرکت این شخص را به دست بیارید و نمودار سرعت زمان آن را رسم کنید بچه‌ها. نمودار مکان زمان سرعتش هم ثابته. بنابراین میتونیم از همچین رابطی استفاده کنیم. x مساوی vt به علاوه x. اینجا 30 ثانیه رو انتخاب کردیم، ما مثلا 20 ثانیه رو انتخاب میکنیم. خب x مکان متحرک در لحظه 0، ما لحظه 20 رو انتخاب کردیم. v توی 20 ثانیه تو مکان 0 v به دست میاد 2 متر بر ثانیه. بچه ها نگاه کنید، لحظه 30 ثانیه رو انتخاب کرده، v 2 متر بر ثانیه به دست اومده بچه‌ها. بعد نمودار سرعت زمان هم کاری نداره دیگه بچه‌ها، یه خط راست میشه. بعد میگه علامت مثبت سرعت هم نشون میده که شخص در جهت مثبت محور x داره حرکت میکنه، در واقع در جهت محور x داره حرکت میکنه و نمودار سرعت زمان هم که مطابقش شکل میشه بچه‌ها. قسمت پ سوال در چه لحظه یا لحظه های شخص در فاصله 20 متری از مبدأ محور بچه‌ها، در فاصله 20 متری. خب یعنی اینجا یه دونه، اینجا اینجوری خدچین بزنم در فاصله 20 متری، اینم منفی 20، یه دونه تو 30 ثانیه اتفاق افتاد، یه دونه تو 10 ثانیه. در لحظه 10 ثانیه درست شخص در مکان منفی 20 متر قرار داره، ولی چی گفته بچه‌ها؟ گفته که در چه فاصله از مبدأ محور قرار داره، فاصله 20 متر بچه‌ها. چون اینجا منفی داره فقط لحظه 30 ثانیه رو قرار ندین، 10 هم میشه. قسمت ت سوال اگر شخص در مدت 5 دقیقه به همین صورت حرکت کند، جابجایی وی را در این مدت به دست بیارید بچه‌ها. جابجایی میشه دلتا x مساوی v ضرب دلتا t. تو چه بازه زمانی؟ 5 دقیقه. 5 میل، 1 میل 60 دقیقه است، 1 میل 60 ثانیه است که میشه 300 ثانیه. v رو چی قرار میدیم؟
2 متر بر ثانیه سرعت ثابته. دلتا تی هم قرار میدیم دلتا ایکس به دست میاد 600 متر. مثال 11 شکل روبرو هواپیمایی را نشان میدهد که از حالت سکون با شتاب ثابت روی باند پرواز در امتداد محور ایکس شروع به حرکت میکند. الف چه مدت طول میکشد تا هواپیما به شرایط برخاستن برسد بچه‌ها؟ خب بچه‌ها با توجه به داده‌های مسئله تو لحظه صفر هواپیما سرعت صفره، یه شتاب ثابتی داره 2.2 متر بر مجذور ثانیه. تو این لحظه با سرعت 95 متر بر ثانیه بلند میشه بچه‌ها. این دلتا تی رو میخوایم حساب کنیم. از همچین فرمولی میتونیم استفاده کنیم V مساوی آتی به علاوه V صفر. بله V ما 95 متر بر ثانیه است، شتاب ما 2.2 متر بر مجذور ثانیه است. T قرار میدیم به علاوه صفر. صفر چرا صفر؟ V صفرمون صفره بچه‌ها. T رو به دست میاریم 43.2 ثانیه بچه‌ها. سرعت متوسط هواپیما در این بازه زمانی چقدر است بچه‌ها؟ معادله سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت از همچین رابطه‌ای به دست میاد بچه‌ها در بازه زمانی 0 تا t. v صفر به علاوه v تقسیم بر 2. v صفر صفره، v ما 95 متر بر ثانیه است تقسیم بر 2. v average همچین مقداری به دست میاد. قسمت پی سوال جابجایی هواپیما در این مدت چقدر است بچه‌ها؟ دلتا ایکس میشه وی average ضرب دلتا تی. وی average رو از قسمت ب به دست آوردیم، دلتا تی هم که از قسمت الف به دست آوردیم که به دست میاد 2.5 متر. بچه ها بر قسمت پی سوال بعضی بچه ها میگن ما میخوایم از روش های دیگه هم استفاده کنیم که اینم درست میشه. مثلا دلتا ایکس مساوی 1/2 آتی 2 به علاوه وی صفر تی. وی صفر صفر این صفر میشه 1/2 آن شتاب چند میشه 2 تی چند میشه 43.2 به توان 2 برسونیم به دست میاد 2 - متر. اینجوری هم میشه. مثال 12 شکل روبرو نمودار مکان زمان متحرکی را نشان میدهد که با شتاب ثابت در امتداد محور x حرکت میکنند. الف شتاب متحرک رو پیدا کنید بچه‌ها. شتاب متحرک نمودار چی داده بچه‌ها؟ نمودار مکان زمان داده که به صورت یک سهمیه. در نتیجه شتاب ثابت داریم. با توجه به داده‌های مسئله و فرمول‌هایی که در مورد شتاب ثابت بلدیم میخوایم به قسمت الف جواب بدیم بچه‌ها. خب در زمان t مساوی 0 x صفر ما -9 متر بچه‌ها و توی 3 ثانیه x ما صفر بچه‌ها. اینا از روی نمودار متوجه شدیم. وی صفر هم بچه‌ها صفره. چرا صفره بچه‌ها؟ شیب خطی در لحظه t مساوی 0 صفر بچه‌ها. در نتیجه وی صفر اینا شیب خط مماس در لحظه 0 صفره. در نتیجه وی صفر ما هم صفر بچه‌ها. نمودار مکان زمانه. ما میتونیم از شیب نمودار مکان زمان سرعت رو به دست بیاریم بچه‌ها. از همچین فرمول استفاده میکنیم x مساوی 1/2 آتی 2 به علاوه وی صفر تی به علاوه x صفر. خب توی بازه زمانی 0 تا 3 ثانیه داریم در نظر میگیریم. در نتیجه تی رو 3 قرار میدیم. توی 3 ثانیه x ما صفره. 1/2 آ شتاب رو میخوایم. تی رو 3 ثانیه قرار میدیم به علاوه وی صفر. وی صفر ما صفره به علاوه x صفر. x صفر ما -9. شتاب به دست میاریم 2 متر بر مجذور ثانیه بچه‌ها. قسمت ب سوال معادله سرعت زمان متحرک را بنویسید و نمودار آن را رسم کنیم. معادله سرعت زمان v مساوی آتی به علاوه v صفر. اینو ما میدونیم بلدیم. باید مقادیر شتاب و v صفر رو براش یادداشت کنیم. شتاب 2 از قسمت الف به دست آوردیم. v صفر هم صفر بچه‌ها. متوجه شدیم. در لحظه صفر متحرک دارای سرعت صفر بچه‌ها. همچین فرمولی براش داریم بچه‌ها. حالا بخوام نمودار رو رسم کنیم. نمودار سرعت زمان باید یه خط صاف بشه. v مساوی 2t. در لحظه 0 ثانیه t رو اگه 0 قرار بدم v من صفره. t رو من اگه 3 قرار بدم به همچین صورتی نمودار
سرعت زمان رو رسم میکنیم. خب بچه قسمت پی سوال جای متحرک را در بازه زمانی 0 تا 3 ثانیه پیدا کنید بچه. خب بچه از چه رابطه‌ای میتونیم استفاده کنیم؟ دلتا ایکس مساوی 1/2 آتی 2 و علاوه وی صفر تی. از این رابطه میتونیم استفاده کنیم. وی صفر صفره، 1/2 شتاب 2 ضرب در تو بازه زمانی 0 تا 3 که به توان 2 برسه میشه 9 دلتا ایکس میشه 9 متر. حالا اینجا یه جور دیگه گفته قسمت پ گفته با توجه به نمودار مکان زمان جابجایی متحرک در بازه زمانی 0 تا 3 ثانیه برابر همچین مقداریه بچه‌ها. توی 3 ثانیه تو مکان صفره، توی 0 ثانیه تو مکان منفی 9 اومده صفر رو منهای 9 کرده به دست آورده 9 متر بچه‌ها. بچه‌ها همونطور که میدونیم برای جواب دادن به هر سوال توی فیزیک روش‌های مختلفی وجود داره، تحلیل‌های مختلفی وجود داره. هر روشی رو انجام بدین درسته، فقط باید تحلیلتون درست باشه. قسمت ت سوال با توجه به اینکه سطح بین نمودار سرعت زمان و محور زمان در هر بازه زمانی برابر جابجایی در آن بازه است، این آبی خودش یه نکته است. خب جابجایی متحرک را در بازه زمانی 0 تا 3 ثانیه حساب کنید. نتیجه را با قسمت پ مقایسه کنید بچه‌ها. بله بچه‌ها با توجه به اون نکته آبیه سطح زیر نمودار سرعت زمان با محور زمان به ما جابجایی رو میده. ما اینجا چی داریم بچه‌ها؟ یه مثلث داریم. مساحت مثلث چی میشه بچه‌ها؟ 1/2 ارتفاع ضرب در قاعده. 1/2 ارتفاع 6 متر بر ثانیه ضرب در قاعده ما هم چیه؟ 3 به دست میاد 9 متر که با توجه به قسمت پ میگیم نتایج سازگار بچه‌ها یکی شده. قسمت 3 سوال سرعت متوسط متحرک را در بازه زمانی 0 تا 3 ثانیه حساب کنید. اینم فرمول جاگذاری خیلی راحته بچه‌ها. وی اوریج میشه دلتا ایکس بر روی دلتا تی. دلتا ایکس رو به دست آوردیم 9 متر، دلتا تی هم که 3 بچه‌ها 3 متر بر ثانیه چه سرعت متوسط. بچه‌ها همونطور که گفتم برای پاسخ به یه مسئله فیزیکی چند تا روش وجود داره. بعد میگه توجه کنید می توانستیم سرعت متوسط در این بازه زمانی را از رابطه وی صفر به علاوه وی تقسیم بر 2 نیز حساب کنیم بچه‌ها. تو وی صفر بود، تو 3 ثانیه چند بود بچه‌ها سرعت؟ 6 بود. در نتیجه 6 تقسیم بر 2 وی اوریج به دست می اومد 3 متر بر ثانیه بچه‌ها. این روش هم درست بود. مثال 13 محیطبان یک پارک حفاظت شده هنگام گشت شبانه با تندی 40 کیلومتر بر ساعت در جاده مستقیم در حرکت است که ناگهان گوزن بدون حرکتی را در جلوی خود می‌بیند و ترمز می‌گیرد. شکل روبرو بچه‌ها حرکت خودرو با شتابی با اندازه که 3.8 متر بر مرزور ثانیه کند می‌شود تا سرانجام متوقف شود. اگر لحظه‌ای که محیطبان ترمز می‌گیرد گوزن در فاصله 22 متری از خودرو باشد، خودرو در چه فاصله از گوزن متوقف می شود بچه‌ها؟ این سوال خیلی مهمه، خیلی تو امتحانا میاد بچه‌ها. خب یکم تحلیل کنیم ببینیم چه اتفاقی رخ داده. محیطبان داشت با تندی 40 کیلومتر بر ساعت که ما باید اینو تبدیل به متر بر ثانیه کنیم در جاده مستقیم در حال حرکته. ناگهان یک گوزنی رو میبینه، ترمز میگیره با شتاب کند شونده 3.8 متر بر مرزور ثانیه متوقف میشه بچه‌ها. برای اینکه متوقف بشه وی نهایی ما 0 بچه‌ها. میگه خودرو در چه فاصله از گوزن متوقف میشه بچه‌ها. بله از فرمول های شتاب ثابت استفاده میکنیم. V2 منهای V02 2 تا آ دلتا ایکس. خب دلتا ایکس رو میخوایم به دست بیاریم. وی ما 0 برای وی 40 کیلومتر بر ساعت رو تقسیم میکنم بر 3.6 تا عدد 11.1 متر بر ثانیه به دست بیارم. 0 منهای 11.1 به توان 2 مساوی 2 ضرب در شتاب. شتاب ما در خلاف جهت حرکت شتاب کند شونده است. در نتیجه منفی 3.8 متر بر مرزور ثانیه قرار میدیم. ضرب در دلتا ایکس
دلتا ایکس رو به دست میاریم. چه مقداری بچه ها؟ 16 - 2 متر. دلتا ایکس چی میشه بچه ها؟ ایکس منهای 16 - 2 متر. ایکس صفرمون هم که صفره، در نتیجه ایکس ما همچین مقداری میشه بچه ها. این ایکس ما خودرو در فاصله 16 - 2 متر متوقف میشه، ولی گوزن ما در فاصله 22 متری قرار داره. میگه خودرو در چه فاصله از گوزن متوقف میشه؟ من باید 22 رو منهای 16 - 2 کنم تا به عدد 5 - 8 متر برسم، که این نشون میده. حالا اینجوری نوشته: خوشبختانه برخورد بین خودرو و گوزن صورت نمیگیره. بچه‌ها یه بار دیگه از رو بخونم. الف، حرکت خودرو در جهت مثبت محور ایکس فرض شده. بله، سمت راست مثبت در نظر گرفته شده. همچنین برای سادگی مبدأ زمان و مکان را جای میگیریم که محیطبان ترمز گرفته. بله، و در نتیجه ایکس صفر ما صفره، وی صفر هم که داشتیم. از طرفی چون سرعت خودرو در جهت محور ایکس به تدریج در حال کاهش است، شتاب آن برخلاف جهت محور ایکس و در نتیجه منفی خواهد شد. بچه‌ها بله، توضیح خیلی کامل و جامع بود. قسمت ب سوال: چه مدت طول می‌کشد تا خودرو متوقف شود؟ بچه‌ها فرمول جاگذاری: وی مساوی آتی به علاوه وی صفر. بچه‌ها وی ما صفره، گفته در نهایت که متوقف میشه سرعت صفره. شتاب میشه -3/8 متر بر مجذور ثانیه ضرب در تی به علاوه 11/1 متر بر ثانیه. وی صفر رو صورت سوال داده بود، بر حسب کیلومتر بر ساعت ما تبدیل به متر بر ثانیه کردیم. تی رو به دست آوردیم 2/92 ثانیه. و اما مثال طولانی و مهم 14. متحرکی در راستای محور ایکس حرکت میکند در لحظه تی مساوی 0 از مکان ایکس صفر میگذرد. نمودار سوال زمان متحرک مطابق شکل روبروست. بچه‌ها الف، در کدام بازه‌های زمانی در جهت محور ایکس و در کدام بازه‌های زمانی در خلاف جهت محور ایکس حرکت کرده است؟ بچه‌ها بله بچه‌ها، در بازه زمانی 0 تا 10 ثانیه سرعت متحرک منفیه، بنابراین در جهت منفی محور ایکس یا در خلاف جهت محور ایکس حرکت کرده. و در بازه زمانی 10 تا 50 سرعت متحرک مثبته، بنابراین در جهت مثبت محور ایکس حرکت کرده. بچه‌ها حالا قسمت ب سوال: در چه لحظه یا لحظه‌های جهت متحرک تغییر کرده؟ بچه‌ها برای اینکه جهت متحرک تغییر کنه سرعت متحرک باید صفر بشه و علامت سرعت هم باید تغییر کنه. در این نمودار متحرک در لحظه 10 ثانیه جهتش تغییر کرده. جهت متحرک در لحظه 10 ثانیه تغییر کرده. حالا چرا بچه‌ها؟ چون در لحظه 10 ثانیه سرعت متحرک صفر شده، قبلش سرعت متحرک مثبت یا منفی بوده، بعدش مثبت شده. بچه‌ها بله، قسمت ب سوال هم اینجوری پاسخ میدیم. قسمت پ سوال: با توجه به نمودار سرعت زمان توضیح دهید در کدام بازه‌های زمانی حرکت جسم تندشونده یا کندشونده است؟ در بازه زمانی 0 تا 10 ثانیه حرکت کندشونده است. بچه‌ها چرا بچه‌ها؟ چون تندی یا بزرگی سرعت در حال کاهش داره به صفر نزدیک میشه. -2 مثلا اینجا -1 بعد صفر شده. یه جور دیگه هم میتونیم پاسخ بدیم بچه‌ها: شتاب بزرگتر از صفر، وی کوچکتر از صفره. سرعت و شتاب در خلاف جهت همند و حرکت کندشونده شده. شتاب چرا بزرگتر از صفره؟ شیب نمودار سرعت زمان به ما شتاب میده که شیب مثبته، شتاب مثبت، وی هم که متوجه شدیم بچه‌ها منفیه. بله، بازه زمانی 10 تا 20 ثانیه حرکت تندشونده است. چرا تندشونده؟ چون تندی در حال افزایشه. و مدل دیگرش که شتاب بزرگتر از صفر، وی بزرگتر از صفر. شتاب و سرعت هم جهت هستن، حرکت تندشونده میشه. از 20 تا 40 ثانیه هم که سرعتش ثابته. بله، نمودار سرعت زمانه. از 40 تا 50 هم که حرکت کندشونده است. بچه‌ها تندی در حال کاهشه. وی بزرگتر از صفر، شتاب کوچکتر از صفر. شیب منفی، شتاب منفی، وی هم که میبینیم مثبت، حرکت کندشونده میشه. بچه‌ها قسمت ت سوال:
مکان متحرک را در هر یک از لحظه‌های 10 ثانیه، 20 ثانیه، 40 ثانیه و 50 ثانیه پیدا کنید و روی محور X نشون بدید بچه‌ها. بله بچه‌ها، باید از فرمول‌های حرکت با شتاب ثابت استفاده کنیم. یه بار دیگه به نمودار نگاه کنیم. توی 10 ثانیه میخواد، توی 20 ثانیه میخواد، توی 40 ثانیه میخواد و توی 50 ثانیه. بله بچه این نکته هم اینجا خود صورت سوال داره. یه بار دیگه دقت کنیم. در لحظه t 0 از مکان x0 مساوی 0 میگذرد. بریم که به دست بیاریم مکان متحرک رو در 10 ثانیه. میتونیم از همچین فرمول استفاده کنیم. 1/2 آتی2 به علاوه v0t به علاوه x0 در لحظه 0 x0 ما 0 صورت سوال داده. 1/2 آ شتاب میتونیم به دست بیاریم از همچین فرمولی. v مساوی آتی به علاوه v0 تو بازه زمانی 0 تا 20 ثانیه شیب نمودار سرعت زمان یه شیب ثابته. نگاه کنید بچه‌ها، 0 تا 20 ثانیه شیب ثابته. در نتیجه شتاب ثابت ما به دست میاریم. توی 0 ثانیه v0 ما -2، این v0 مایه t هم 20 قرار میدیم. تو بازه زمانی 0 تا 20 داریم به دست میاریم. v ما هم توی 20 ثانیه 2 متر بر ثانیه از 5/4 شتاب به دست میاد. 2 متر و مجذور ثانیه. شتاب رو مینویسیم 1/2 آ t. گفته تو لحظه 10 ثانیه مکان رو به دست بیاریم. t رو 10 قرار میدیم به توان 2 به علاوه v0 رو چه عددی قرار میدیم؟ -2 که هم که 10 قرار میدیم. x1 که مربوط میشه مکان متحرک در لحظه 10 ثانیه رو به دست میاریم بچه‌ها. حالا تو لحظه 20 ثانیه. تو لحظه 20 ثانیه هم دوباره میتونیم از همچین فرمولی استفاده کنیم بچه‌ها. 1/2 آتی2 به علاوه v0t به علاوه x0 تو 20 ثانیه است. از 0 تا 20 در نظر میگیریم. x0 ما 0. بله 1/2 آ شتاب هم که به دست آوردیم 2 متر و مجذور ثانیه. t به توان 2 20 به توان 2 میرسونیم به علاوه v0 سرعت متحرک در t مساوی 0 ثانیه میشه -2 متر بر ثانیه. t هم که 20 قرار میدیم. x0 هم به 0. x2 مساوی 0 ثانیه مکان متحرک در لحظه 20 ثانیه رو به دست میاریم. خب بچه‌ها چه لحظه دیگه خواسته؟ توی 40 ثانیه هم میخواد. یه بار دیگه به نمودار نگاه کنیم. توی این قسمت توی 40 ثانیه و تو 50 ثانیه هم میخواد. بله بچه‌ها نگاه کنیم. به این جمله دقت کنیم. در بازه زمانی 20 تا 40 ثانیه حرکت با سرعت ثابت روی خط راسته. خب بنابراین جابجایی میتونیم از همچین رابطه‌ای به دست بیاریم. دلتا x مساوی v ضرب دلتا t. v رو چی قرار میدیم؟ 2 متر بر ثانیه. تو بازه زمانی 20 تا 40 ثانیه سرعت متحرک 2 متر بر ثانیه است. دلتا x رو 40 متر به دست میاریم. میخوایم ببینیم تو لحظه t مساوی 40 ثانیه مکان متحرک چیه بچه‌ها؟ x میشه x2 و علاوه دلتا x. دلتا x جابجایی متحرک تو بازه زمانی 20 تا 40 مقدارش رو قرار میدیم 40. x2 چیه بچه‌ها؟ 0. مکان متحرک در لحظه 20 ثانیه 0. x مکان متحرک در لحظه 40 ثانیه میشه 40 متر. بچه‌ها خیلی مهمه. تو 50 ثانیه هم میخوایم به دست بیاریم بچه‌ها. میتونیم از همچین رابطه استفاده کنیم. دلتا x مساوی v1 به علاوه v2 تقسیم بر 2 ضرب در دلتا t. ولی بچه بازه زمانی 40 تا 50 ثانیه رو داریم حساب میکنیم. 0 تا 50 ثانیه نیست. به این نکته باید دقت کنیم بچه. متحرک در لحظه 40 ثانیه چه سرعتی رو داره بچه ها؟ تو نمودار نگاه کنیم. تو لحظه 40 ثانیه سرعت 2 متر بر ثانیه داره. تو لحظه 50 ثانیه سرعت 0 رو داره. مقادیر رو قرار میدیم بچه‌ها. بله 2 به علاوه 0 تقسیم بر 2 دلتا تی هم همون 50 منهای 40 که 10 میشه. دلتا x رو به دست میاریم 10 متر. واسه اینکه مکان متحرک در لحظه 50 ثانیه رو حساب کنیم باید این دلتا x رو به علاوه x کنیم. x چی میشه بچه‌ها؟ مکان متحرک در لحظه 40 ثانیه بچه‌ها.
که میشه 40. اینم دلتا ایکس 10. در نتیجه x4 مکان متحرک در لحظه 50 ثانیه رو به دست میاریم. بله بچه ها، قرار بود روی محور x هم نشون بدیم. تو لحظه 0 x0 ما 0، تو لحظه 10 ثانیه x1 ما -10، تو لحظه 20 ثانیه x2 ما 0، تو لحظه 40 ثانیه x3 ما 40، تو لحظه 50 ثانیه x4 ما 50. خب به سر 3 سوال مسیر حرکت متحرک رو رسم کنید و با توجه به آن جابجایی و مسافت طی شده را در کل زمان حرکت پیدا کنید. بچه‌ها مسیر حرکت متحرک رو میگه رسم کنید. این هم سوال مهمی میتونه باشه بچه‌ها. بله، جابجایی و مسافت هم قرار بود رسم کنید. جابجایی مکان آغازین رو وصل می‌کردیم به مکان پایانی. بردار جابجایی میشه 50 متر. چرا 50 متر بچه‌ها؟ 50 رو منهای 0 کنیم میشه 50 متر. مسافت پیموده شدن باید خطچین رسم کنیم. از 0 میاد -10، از -10 میاد 0، دوباره از 0 میاد 40، از 40 میاد 50. خب مسافت پیموده شده چطور به دست میاریم؟ مسافت پیموده شده رو با L نشون میدیم. این بالا بنویسم. گفته 10 به علاوه 50 مساوی 70 متر. خب حالا چیکار کرده واقعا؟ از 0 تا 10 ثانیه -10 منهای 0 داخل قدر مطلق قرار میدیم. همش باید مثبت باشه، مسافت که منفی نمیشه. توی t مساوی 20 ثانیه 0 منهای 10 به علاوه توی t 3 مساوی 40 ثانیه 40 منهای 0 به علاوه توی 50 ثانیه 50 منهای 40. مقادیر رو اگه جمع کنم 10 به علاوه 10 به علاوه 40 به علاوه 10 میشه 70 متر. بله بچه ها، اینم سوال مهمی بود این قسمتش. خب بله بچه ها، قسمت J سوال. مساحت سطح زیر نمودار ویتی رو حساب کنید و مقدار آن را با جابجایی متحرک در قسمت قبل مقایسه کنید. مساحت بخشی از سطح را که زیر محور است منفی بگیرید بچه‌ها. میگه مساحت سطح زیر نمودار سرعت زمان رو با رنگ زرد در شکل مشخص کرده بچه‌ها که برابر جابجایی متحرکه. برای هر یک از بازه‌های زمانی میایم حساب می‌کنیم. 0 تا 10 ثانیه میشه 1/2 ارتفاع -2 ضرب در 10 که شده -10 متر. وقتی زیر محور منفی باید قرار بدیم بچه‌ها، مثبت قرار نمیدیم جابجایی رو. از 10 تا 20 میشه 1/2 ارتفاع 2 ضرب در 10. 10 از کجا آوردیم؟ 20 منهای 10 میشه 10. میشه 10 متر. از 20 تا 40 ثانیه همچین شکلیه. میشه طول ضرب در عرض 2 ضرب در 20. 20 از کجا آوردیم؟ 40 منهای 20 میشه 20 میشه 40 متر. دلتا ایکس 4 میشه 1/2 ارتفاع که میشه 2 متر بر ثانیه ضرب در قاعده. قاعده میشه 50 منهای 40 که 10 به دست آوردیم. دلتا ایکس رو باید همه این مقادیر رو با هم جمع کنیم که میشه 50 متر. خب میگه همونطور که نتایج بالا دیده میشود مساحت سطح بین نمودار سرعت زمان و محور زمان در کل زمان حرکت با جابجایی متحرک برابر شده بچه‌ها. جابجایی متحرک چقدر بود؟ 50 متر. تو قسمت قبلم 50 متر بود. اینطوری هم اگه به دست بیاریم جابجایی متحرک بازم 50 متر میشه بچه‌ها. اینم یه روش خوبیه، میتونی استفاده کنی. مثال 15 شکل مقابل شخصی را نشان می‌دهد که از بالای دیواری بلند گلوله‌ای را رها می‌کند. الف پس از 1 ثانیه گلوله چه مسافتی را طی می‌کند و سرعت آن چقدر می‌شود؟ بچه‌ها نگاه کنید. اگر در t مساوی 0 جسم در مبدأ مکان باشد معادله ها را به شکل ساده تر نیز میتوان نوشت. بچه‌ها تو حل سوال سقوط آزاد مهمترین نکته‌ای که از نظر من وجود داره باید بهش دقت کنین انتخاب چارچوب مرجعی. یه چارچوب مرجعی که حل سوال براتون راحت کنه و با توجه به اون چارچوب مرجع مقادیر منطقی به دست بیارین. بچه‌ها حتما تو که
پاسخنامه‌تونم اون چارچوب مرجع رو رسم کنید. میگه پس از 1 ثانیه گلوله چه مسافتی رو طی میکنه. خب میتونیم از همچین فرمولی استفاده کنیم. y مساوی منفی 1/2 GT2 به علاوه y0. y0 ما صفره. اون لحظه‌ای که داره رها میشه اون نقطه رو صفر در نظر گرفتیم. بله در لحظه t مساوی صفر جسم در مبدأ مکانی منفی 1/2 g. شتاب گرانش رو 9.8 متر بر مربع ثانیه قرار دادیم. t هم 1 قرار میدیم چون گفته پس از 1 ثانیه. خب بچه‌ها این منفی هم به خاطر چیه؟ چارچوب مرجع ما که به سمت بالا، شتاب گرانش به سمت پایینه. این منفی به همین دلیل اینجا ایجاد شده. بله y رو به دست میاریم. منفی 4.9 متر. چرا منفی شده؟ چون پایین چارچوب مرجع بچه‌ها. حالا دیگه چی گفته بچه‌ها؟ گفته سرعتش هم به دست بیاری. از همچین فرمولی استفاده می‌کنیم. v مساوی منفی gt منفی 9.8 متر بر مربع ثانیه t رو 1 قرار میدیم که همچین مقداری واسه v به دست میاد. اینجا هم v که یک کمیت برداری منفی شده. چرا منفی شده؟ در خلاف جهت چارچوب مرجع بچه‌ها. نگاه کنیم. جای گلوله در این مدت در مدت 1 ثانیه دلتا y مساوی y منهای y0 منفی 4.9 متر. مسافت طی شدم این مقداری بچه‌ها 4.9 متر. مسافت منفی نمیتونه باشه ولی این جابجایی که منفی شده با توجه به چارچوب مرجعی که ما انتخاب کردیم. خب بخش دوم سوال که منفی 9.8 متر بر ثانیه به دست داریم که برامون قابل درکه بچه‌ها. قسمت ب سوال اگر ارتفاع دیوار 10 متر باشد سرعت برخورد گلوله با سطح زمین و مدت زمان کل حرکت رو پیدا کنید. خب بچه‌ها و قسمت ب سوال میتونم از همچین فرمول استفاده کنم. v2 منهای v02 مساویه منفی 2 تا g y منهای y0. خب v0 ما صفره رها شده. v2 سرعت برخورد گلوله به سطح زمین رو میخوایم به دست بیاریم. منفی 2 g 9.8 متر بر مربع ثانیه. y ما اینجا خود صورت سوال گفته چقدر باشه بچه‌ها؟ 10 باشه. منفی 10. چرا منفی 10 بچه‌ها؟ چون در خلاف جهت چارچوب مرجع ما منهای y0 هم که صفره. v رو به دست میاریم منفی 14 متر بر ثانیه. چرا منفی قبول کردیم بچه‌ها؟ سرعت یک کمیت برداریه و در خلاف جهت چارچوب مرجع بنابراین منفی بر مقابل قبوله. و اما مدت زمان کل حرکت میتونیم از همچین رابطه استفاده کنیم. v مساوی منفی gt به علاوه v0 ما که صفر قرار نمیدم منفی 9.8 ضرب در t. v هم باید چی قرار بدیم بچه‌ها؟ منفی 14 که t رو به دست میارم 1/42 ثانیه بچه‌ها. حالا ببینیم چجوری حل کرده بود خودش. خب قسمت ب سوال بله از همچین رابطه استفاده کرده بود. بله v2 مساوی منفی 2 تا g دلتا y. g رو 9.8 متر بر مربع ثانیه قرار داد. y رو منفی 10 قرار داد. با توجه به چارچوب مرجع y صفرمون هم صفر بود. بازم با توجه به چارچوب مرجع. بچه‌ها این نکته اینجا دقت کنید. چون جهت بالا رو مثبت فرض کردیم علامت منفی برای سرعت برخورد گلوله با سطح زمین قابل قبوله. بله این بر ما قابل قبوله. حالا قسمت دومش به 2 روش میتونیم زمان کل رو به دست بیاریم بچه‌ها. این مهمه. v مساوی منفی gt v منفی 14 g 9.8 t هم 1/14 ثانیه است و این رابطه هم میتونیم استفاده کنیم بچه‌ها. y منفی 1/2 gt2 به علاوه v0t رو بنویسم ولی میدونیم صفره واسه سقوط آزاد به علاوه y0. y رو منفی 10 قرار میدیم منفی 1/9.8 ضرب در t2 به علاوه y0. y0 صفره. t رو بازم به دست میاریم 1/14 ثانیه بچه‌ها. این سوال خیلی مهم و پرتکراره بچه‌ها تو امتحانا. مثال 16 سنگی از صخره‌ای به ارتفاع 122.5 متر نسبت سطح زمین آزادانه سقوط می‌کند. الف زمان سقوط آزاد سنگ رو به دست بیارید بچه‌ها. این صخره ما اگه باشه این صخره سنگه داره سقوط میکنه به سمت بالا مثبت در نظر گرفته میشه بچه‌ها.
y0 مساوی 0. هر چی سمت پایینه باید منفی باشه. خب y و ارتفاع این صخره رو به ما داده صورت سوال 122.5 متر. چرا منفی قرار میدیم؟ در خلاف جهت چارچوب مرجع مایع این صخره مایع مساوی منفی 1/2 جی ما 9.8 متر و مجذور ثانیه قرار میدیم به توان 2 y0 هم که 0 تی رو به دست میاریم. قسمت ب سوال سرعت متوسط سنگ را در حین سقوط آزاد پیدا کنید بچه‌ها. وی اوریج میشه دلتا y بر روی دلتا تی. دلتا y منفی بچه‌ها. چرا منفیه؟ y منهای y0 میشه منفی 122.5 منهای 0 که میشه منفی 122.5 متر بچه‌ها تقسیم بر 5 ثانیه. 5 رو از کجا به دست آوردیم؟ از این قسمت الف بچه‌ها. زمان سقوط آزاد رو به دست آوردیم بچه‌ها. حالا قسمت پ سوال جابجایی سنگ را بین دو لحظه 3 و 4 ثانیه به دست بیارید بچه‌ها. این هم سوال مهمیه. جابجایی رو باید به دست بیاریم. یعنی چی؟ یعنی y2 منهای y1. خب میتونیم از همچین رابطه استفاده کنیم. y مساوی منفی 1/2 GT2 به علاوه y0 منفی 1/2 G 9.8 T به توان 2 میشه 3 به توان 2 به علاوه y0 هم که 0. واسه y2 هم میتونیم دوباره از همچین فرمولی استفاده کنیم. منفی 1/9.8 ضرب در T به توان 2 y2 هم به دست آوردیم. این دوتا رو از هم دیگه کم میکنیم مقدار منفی میشه. بازم برای ما قابل درکه چرا منفی شده بچه‌ها. اونی که منفی تره رو منهای اونی که کمتر منفی کردیم یه مقدار منفی شده. قسمت ت سوال نمودارهای مکان زمان، سرعت زمان و شتاب زمان سنگ رو رسم کنید بچه‌ها. بله بسیار بسیار مهمه بچه‌ها. بله نمودارها رو رسم کردیم اینجا بچه‌ها. این هم توضیح بدم این نمودارها خیلی مهمه. خیلی سر امتحانا سوال میاد. خب توی 5 ثانیه در واقع زمان سقوط آزاد 5 ثانیه به دست اومد. رسم میکنیم شتاب منفیه با شتاب ثابت. سقوط آزاد بچه‌ها همونطور که میدونیم نوعی از حرکت با شتاب ثابته. شتاب رو منفی 9.8 قرار میدیم منفی قرار میدیم. بله بر ما قابل درکه چرا منفیه در خلاف جهت چارچوب مرجعی. و اما نمودار سرعت زمان تو لحظه 0 v0 ما 0 بله رها میشه. توی 5 ثانیه سرعت رو به دست میاریم بچه‌ها. برای رسم نمودار سرعت زمان به سرعت جسم در لحظه برخورد با زمین نیاز داریم. بله سرعت برخورد سنگ با زمین از همچین رابطه‌ای به دست میاد بچه‌ها. منفی جی ضرب در جی رو 9.8 قرار میدیم تی رو 5 قرار میدیم منفی 49 متر بر ثانیه سرعت برخورد سنگ با زمین به دست اومده بچه‌ها. این وی ماه. و اما نمودار مکان زمان بچه‌ها نگاه کنید. ما میدونیم در حرکت با شتاب ثابت نمودار مکان زمان باید به صورت یه سهمی بشه. یا این شکلی میشه یا این شکلی میشه. خب شتاب منفیه بنابراین باید این شکلی بشه. شتاب کوچکتر از 0 بنابراین ما میدونیم این شکلی میشه. توی لحظه 0 سرعت ما 0. ما میدونیم شیب نمودار مکان زمان به ما چی رو میده بچه‌ها؟ سرعت رو میده. بنابراین باید اینجا یه خط مماس اگه رسم کنم به همچین حالتی بشه اینجوری بشه یا اینجوری تیز نکشه. رفته رفته با گذشت زمان شیب زیاد میشه. شیب نمودار مکان زمان به ما چی رو میده؟ سرعت رو میده. رفته رفته با گذشت زمان سرعت زیاد میشه و شیب نمودار مکان زمان افزایش پیدا میکنه. ما به این 3 تا نمودار میرسیم بچه‌ها. بله آخرین سوالی بود که مربوط میشد به فصل 1 توی فیزیک 12. همه این سوالا مهمه به اندازه که پرسش ها مسئله ها. بازم بچه‌ها اگه نکته مسئله چیزی بود بهم بگی انتقاد پیشنهادی من حتما میپذیرم و اصلاحش میکنم بچه‌ها. اگه ویدیویی مسئله‌ای وجود داشت میتونین به من بگین بهم اطلاع بدین. من حتما براش ویدیو درست میکنم و به سوالتون پاسخ میدم. موفق باشین بچه‌ها.